عروسی دوم غزال نایت که اصلا باورتان نمی شود. غزال نایت به بار دوم با کی عروسی کرده است. افشای حقایق و رازهای بزرگ غزال نایت در کشور دبی برملا شده است. غزال چند ساله است و دلیل ازدواج وی در این سن چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال نایت هنرمند خوش صدا، محبوب، ناماشنا، یکی از هنرمندان خوش سیما و خوش صدای افغانستان است. شهرت هنری غزال نایت در میان مردم افغانستان، مردم ایران و مردم تاجیکستان خاص و محبوب می باشد. غزال نایت از ولایت زیبای لغمان می باشد. کارهای هنری خود را در سال 2008 با سرودن آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا به گونه پنهانی آغاز کرد، اما بعد از رفتنش به کشور کانادا چهره و صدای خود را برای دوستداران و علاقه‌مندانش برملا ساخت. غزال نایت همسر اول رجا رایش می باشد و از رجا رایش اکنون یک فرزند دارد، ولی از همسر اولش رجا رایش به دلیل نامعلوم جدا شده است. رجا رایش اکنون در کشور استرالیا زندگی می کند و در آنجا به کارهای هنری خود ادامه داده است، ولی تصمیم ازدواج دوباره را ندارد. ولی غزال نایت جدیداً تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که به بار دوم با یک مرد ایرانی ازدواج کرده است، اما تاکنون معلوم نیست آیا به واقع غزال نایت با این مرد ازدواج کرده است. اما رفت آمدهای بیشمار غزال نایت به کشور دبی برای دوستداران و علاقه‌مندانش همیشه سوال ساز بوده است. دوستان نهایت عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی آرزوی همیشگی من است برای هر یک از شما نازنینان. تا درود دیگر امیدتان را به الله منان میسپارم. شاد و موفق و کامگار باشید.